وای خانم دکتر این چه کاری بود من کردم، مردم انقدر دندونام تیر کشید. دردسرهای بلیچینگ پارت اول. بلیچینگ با اینکه یه درمان ساده به نظر میرسه اما پر از چالش‌های ریز و درشته که یکی از مهمترین اونها حساسیت دندونیه که میتونه مریضا رو کلافه کنه. اما نگران نباش، 2 تا راه حل کلی بهت یاد میدم. یکیش درمان‌های غیر فعاله، یعنی زمان استفاده رو کاهش بدیم، حتی غلظت متریالی که داریم استفاده می‌کنیم رو کاهش بدیم یا حتی تناوب استفادهش رو کمتر بکنیم. روش دوم استفاده از درمان‌های فعاله مثل نیترات پتاسیم یا مثل سدیم فلوراید. محصولات تجاریش هم تو بازار هستن و هر کدوم از این مواد با مکانیزم‌های مختلفی اثرات ضد حساسیتشون رو نشون میدن. مثلا توبول‌های آجی رو مسدود میکنن یا اینکه روی انتقال پایانه‌های عصبی تاثیر میذارن. یکی از محصولاتی که تو بازار هست اولترا ایزه که ترکیب نیترات پتاسیم 3% و سدیم فلوراید 25% خودش تری‌های کاستم داره، اما شما میتونید از هوم بلیچ ها یا حتی الاینرهای بیمار هم استفاده بکنید. روش کارش رو تو کپشن برات نوشتم.